سلام دوستان، خوش اومدید به قسمت دوم ولاگ توربو. از اونجایی که موتور تقریبا جمع شده بود و ما احتیاج داشتیم به لوازم سنگین و دست و پاگیر ماشین، تصمیم گرفتیم که ماشین رو ببریم سوله. خب اینجا هم جرثقیل رسید و ماشین رو بار زدیم به سمت سوله. 2 hours later. ماشین هم بالاخره رسید سوله و همونطوری که میبینید موتور در حال جمع شدنه و مهمترین بخش جمع کردن ستاب توربو جمع کردن صحیح و اصولی موتوره. خب اینجا هم ادای اون دسته دوستانی رو در بردم که آجار میگیرن دستشون که مثلا موتورشون خودشون دارن جمع میکنن. منم یکی از پیستونا رو خودم جا کردم، ولی خدای خوبم جا کردم. یکی از نکته‌های جا کردن پیستون اینه که پیستونا رو قبلش باید چربش کنی که راحت تر بره توش. جدی میفرمایی؟ خب اینجا هم بلوک ماشین جمع شد و سرسیلن هم روش نصب شد با گیربکس و توربو و دورچیناش که میشه به هدرز تیوبلار و وسکیت اشاره کرد که در تصویر مشاهده میکنید که حالا توی قسمت بعدی براتون کاملا توضیح میدم. از اونجایی که موتور ماشین آماده نصب بود و میسوپاپای ماشین مونده بود، تصمیم گرفتیم که تا رسیدنش موتور ماشین رو بقیه وسایل رو بندازیم روی ماشین که بعد نصب میلسوپاپ سیم کشی ایستی دوم رو انجام بدیم که ماشین رو آماده روشن کردن بکنیم.